هزاران درود بر شما بینندگان ارجمند تلویزیون میترا. صحت و سلامتی شما عزیزان آرزوی همیشگی ماست و همچنان حلول ماه مبارک رمضان و کافه ملت مسلمان شریف و نجیب افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده و از بارگاه ایزد سبحان تمنا میکنم که طاعات و عباداتتان قبول مقبول گردد. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه کنونی که اختصاص دادیم بر روز جهانی نفوس یا جمعیت. 11 جولای برابر با 20 تیر یا سرطان را در گاشمار بین المللی به نام روز جهانی آمار یا جمعیت گفتند. این روز یک سال پس از آن که جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشته بود به گاشمار افزودند. حدود 40 سال پیش سازمان ملل متحد برای نخستین بار برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را تدوین و ارائه کرد. ندانستن راهکار و روش‌های جلوگیری از بارداری یکی از دشواری‌های بزرگ به سر راه کشورهای در حال توسعه است. دوستان برنامه، در لحظات برنامه میریم اتاق فرمان که تصاویر از نفوس آماده نشست تقدیمتان و باز هم من نوید عتیقی در ادامه برنامه گاشمار در خدمت شما عزیزان. هر سال به گونه میانگین در سراسر جهان حدود 76 میلیون زن ناخواسته باردار می شوند که برای آن به انفجار جمعیت پایان می یابد. رشد شتابنده نوزادان یکی از زبانهای بنیادین مبارزه با تنگدستی و گرسنگی است. بنابراین سازمان‌های دست اندرکار در این بخش